دوره‌های میگن امیرالمؤمنین حضرت عمر بود. یک زنی میگوید نزد حضرت عمر آمدند و خواستند یک فتنه را زنده کنند. آمدند و نزد حضرت عمر گفتند ای عمر، الحال یک مرد بالای من خواست که یک کار نادرست را یعنی زنا را برپا کند. من خودداری کردم، من از دست او رها کردم. لکن گفت اگر عمر باور نکنی، گفت ان همین جامعه که میبینی آب سفیدی که در جامعه من، همین آب منی همون مرد است. حضرت عمر وقتی این دیدن حیرت ماندند. باید که اون کسی که دست درازی به سوی این زن کرده بود و باید جزا دادن در کار. در حال حضرت علی را دعوت کرد. گو علی، گفت رأی تو چیست؟ فکر تو گفت در همین گفتار زن چی هست؟ نفرونه که قد پست دارد و میخواید قد بلند داشته باشد، یا اینکه فربه هستید و میخواید خراب شوید، یا اینکه خراب هستید و میخواید فربه شوید، یا اینکه زنهایی که از بیماری های زنانه اذیت میکشند، یا اینکه از دردهای معده، روده، گرده اذیت میکشند، به همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. یا اینکه زنهایی که از مرشینه یا از داغ‌های سفید روی اذیت میکشند، به همه این شرکت شفافرما کمک میرساند. غیر از این شرکت شفافرما برای شما حجامه به پول را پیشنهاد مینماید. کسانی که در شهر مسکو قرار دارد، هم حجامه کند، هم داروهای خود را دسترس نماید. مرحمت. میگوید که یک مرد بالای من هجوم کرد، من از دست او نجات یافتم. اگر باور نکنی، مرحمت، گفت جامعه من تر است، همین آبی که میبینی آب منی همون مرد است. حضرت عمر که پیغمبر روایت میکند انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علم هستم، علی دروازه همون شهر هست. علی که بسیار آدمی با سواد بودن، با علم که بودن، گفتن عمر، گفتن خدا ترا رحمت و مغفرت کند، یک مقدار آب خنک بیار، بالای این آب گو می پرتاییم. اگر این آب یخ کند یا سفیدیش نمایانتر شود، این آب تخم است. اگر در پرتافتن آب خنک اگر این آب روانده شود، نابود کرده شود، این راست میگوید زن، آب منی است. وقتی که آب خنک میگه آوردن در جامعه همین زن که ریختن، با مجرد ریختن میگن این آب یخ کرد، این سفیدی یخ کرد. علی گفتن که به خدا قسم، گفتند این آب منی نیست، این بلکه چی است؟ همون آبی که در داخل تخم است. گفت این همون است. گفت زن بعداً اقرار شد، گفت در اصل گفت همین بود، مرا فریفته کردند تا که اون مرد شما جزا دهین، مرا پول و مال وعده کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. صدق الله العظیم. چخیلی که میبینید تماشابینان عزیز، قرآن کریم یعنی کلام الله با زبان تاجیکی، زبان عربی را با کریلی یعنی با زبان تاجیکی نویساندگی‌اند و این چنین ترجمه با زبان تاجیکی دارد. شخصانی که میخواهند بار اول خواندن قرآن را شروع کنند، اگر از این گونه قرآن ها شروع کنید، بسیار آسان خوان و آسان فهم است و این چنین برای پدران و مادران و نزدیکانتان بسیار هم یک تحفه بهترین است. اگر تحفه کردنی باشید، از این گونه کلام الله یعنی از این گونه قرآن ها تحفه کنید، انشاءالله هم ثواب و هم بهترین تحفه می باشد. برای شخصانی که این گونه قرآن ها لازم است، و رقم های روی اکران تماس بگیرید و هر کجایی که خواهید و شما روان میکنند. این عمل انجام دادن، بین چی فتنه های از پشت زنها البته صادر می شود. و امروز بعضی از زنهایی که از خدا و پیغمبر خدا دورند، ما در بسیار جنجال ها اگر اشتراک هم کرده باشیم، لکن با طرز خطی یا گفتگو با بسیاری از برادرها صحبت ها داشتیم که از حساب زنها از پدر و مادر جدا شدند، از حساب زنها از برادرهاشون جدا شدند، از حساب زنها با اپا و با خواهری که از یک مادر و پدر تولد شدند سالها هستند که قهری هستند.
همه این فتنه زن است، همه این حیله زن است. باید که ما و شما خیلی با دقت باشیم، سنجش گذرانیم، بعداً آن معرکه‌ای که برپا کردنی هستیم بعداً برپا کنیم. انشاءالله ما در باب حق زنها این جمعه آینده صحبت داریم، زیرا این جمعه این برادر ما را یک خط داد. میخواهم به سمع شما رسانم که جمعه آینده از ما یک تکلیف کردن. داملای محترم، یک خواهش اسلامی از شما دارم که این که من 13 می که روز جمعه هست، یعنی جمعه آینده ما با چند نفر مهمان ها در مساجد شما یعنی مسجد شما اشتراک میکنیم و مهمان ها خواهش کردند که در فضیلت امر به معروف و نهی از منکر شما صحبت کنید و موضوع را در کسیت جمع کنید، یعنی 1 ساعت کامل فقط این صحبت باشد. بسیار ضرور و مفید است برای ما. التماس رحمت الله. یعنی یک برادر ما دیدیم که از راه دوری ها بوده است، در دوام 1 ساعت گفتند چقدر صحبت بهترین در باب دعوت و تبلیغ، در باب امر معروف و نهی منکر چی ثواب دارد، چی فضیلت دارد. و اگر قصه های شیرین هم که باشد در داخل این جایگیر کنید. برای ما این 1 ساعت کسیت شما بسیار ضرور است و بعضی ضرورت هاش رو هم بیان کرد. انشاءالله ما سخن این برادر قبول کردیم. جمعه آینده خدا خواسته باشد در همین باب صحبت داریم. السلام علیکم داملای عزیز و مهربان. من از شما خواهش دارم به سوال من جواب گویید. درباره پیشاب کردن در حاجتخانه میگویند که در حاجتخانه یا اینکه در دیگر جا پیشاب کنی، راست ایستاده در لباست یا که در تنت نرسد هیچ گناهی نیست. همین سخن درست است یا نه؟ به سوال من جواب گویید. اکثر میان عمرها را میبینیم که با همین کار دست میزنند. بعد خردسال از او چی یاد میگیرد؟ با احترام داملای عزیز، این برادر مقصدش از راست پیشاب کردن است که آیا راست پیشاب کنی یگان گناه یگان غلط هست یا نه. من به شما چند حدیثی را میخوانم، گوش اندازین و از این حدیث ها خلاصه برآورین که راست پیشاب کردن خوب است یا نشسته پیشاب کردن خوب است. حضرت حذیفه که راوی این حدیث است میگوید که بار من پیغمبر خدا را دیدم که فبال علیها قائما، یعنی بالای یک خاکتوب، یک توده خاک بود یا یک جایی که همین خاکروبه ها پرتافته میشد، یا ما و شما غجدی میگیم، غجدی های خانه پرتافته میشد. پیغمبر خدا بالای حمام برآمدند و راستا پیشاب کردند. حضرت حذیفه میگوید این را من با چشم سر دیدم. این حدیث هم مسلم روایت میکند. در حدیث دیگر باز همین اینش در سنن ابو داود است. اگر کسی نزد کسی همین صحیح سته باشد میتواند مراجعت کند. ابن ماجه هم روایت کردگی هستند. عایشه میگوید که کسی که گوید پیغمبر خدا راست پیشاب کرده است باور نکنید. عایشه صدیقه همسر پیغمبر خدا میگوید کسی گوید که پیغمبر راست پیشاب کرده است شما باور نکنید. انا رأیته یبول قاعدا، من دیدم که پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکرده. این سخنی عایشه صدیقه هست. عن ابن عمر عن عمر، اینم در سنن ابن ماجه هست. بچه حضرت عمر از پدرش روایت میکند. چی میگوید؟ میگوید که رآنی رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا ابول قائما. حضرت عمر گفته بود است که من یک بار راستا پیشاب کرده ایستاده بودم. عمر
فقال یا عمر، پیغمبر خدا میگوید به سوی من خطاب کرد، ای عمر، لا تبل قائما، هیچگاه راستا پیشاب نکن. فما بلت قائما بعدو، این سخن عمر است. بعد آنی که پیغمبر مرا خطاب کرد و گفت که هیچگاه عمر راستا پیشاب نکن، من در جای خود نشستم و اصلا دیگر تا آخر حیات راستا پیشاب نکردم. اینا حضرت عمر میگوید. اگر برای کسی سندهاش لازم باشد در سنن ابن ماجه روایت، یعنی نگاه کند، انشاءالله در همون باب کتاب طهارت این حدیث ها موجود است. از این خاطر با همه شما مصلحت من همین است که پیشاب در حالت نشسته کنید. اینش برای ما و شما بهتر است و اینش به آداب نزدیکتر است. به نهایت بهترین صورت شمین است. کسی راستا پیشاب میکند خود کردن گیرد، لکن به برادر مؤمنش کاردار نشود. زیرا توصیه من این حدیث های عایشه صدیقه است، مادر ما و شما که با چشم دیدن پیغمبر خدا نشسته پیشاب میکردن، و حضرت عمر از سخنش که تا آخر حیات من نشسته پیشاب کردم وقتی که مرا رسول اکرم امر کرد. السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما با سوال ما جواب گویید. در یک وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گوشت اسب را حرام گفتند، همین راست است؟ خیلی دیگر وقت چون گذارین چیزی گفتن نگفتن، الحال گوشت اسب حلال است. نزد مذهب ابو حنیفه تا آخرهای حیات ابو حنیفه فتوای حضرت امام بود که گوشت اسب حرام است. به خاطر چی؟ به خاطر که یراق مسلمان اون زمان اسب بود. اگر اسبها را مردم میخورد نابود میکرد، با این دشمن اسلام اینها جنگیدن نمیتوانستند. امروز که دیگر احتیاج به اسب مردم مسلمان ندارد، زیرا که امروز تمام یراقهای حاضر زمان برآمده است. از این خاطر ابو حنیفه در دم آخر از حیاتشون باز فتوای به حلال بودن اسب برآوردند. از این خاطر شیرش میخرید، گوشت میخرید، برای شما رخصت است، برای شما اجازت است. داملای محترم، در یکی از دهه های نایه مؤمن آباد زندگی میکنم. صاحب 6 فرزند دی نابالغ، کسبم راننده. بسیار وقت در سفر می باشم. زنم کسلی شده است، بیمار شده است. نه به من زنی کرده می تواند و نه به فرزندانم مادری کرده می تواند. یعنی بستری از خواب است. از عهده نگاه و بین گاو و مال نیز نمی براید. دائم خواهران من که در نزدیکی ما زندگی میکنند به او یاردم میکنند. زنم راضی است که من زن دویم گیرم و به خانه بیارم، ولی فقط اگر زن دویمم خواهر او باشد. من میفهمم که خواهر و اپه را گرفتن در اسلام روا نیست و او میفهمانم، اما او میگوید که خواهرم او را و هم فرزندانش را نگاه و بینی میکند. یعنی خواهرم بیاید، این باز به من نزدیکتر است که هم خودم نگاه و بین میکند، هم فرزندهام نگاه و بین میکند. زنی بیگانه باشد در نبودن من، نه او را در خانه میگنجاند و نه فرزندانش را. یعنی زنی بیگانه را بیاری، نه مرا نگاه میکند نه فرزندهای ما را. من چیکار کنم داملای عزیز؟ این مسئله هست که این خداوند حل کرده است، این پیغمبر حل کرده است. در اینجا دیگر مراجعت داملا هیچ حاجت نیست. منم آن چیزی که قرآن میگوید، آن چیزی که حدیث پیغمبر خدا میگوید برای این برادر میرسانم که زن اوله را طلاق میکنی، عده زن اوله میگذرد، بعدا خواهر او را نکاح کرده در نکاح خود میدراری. این زمان برای تو چی هست؟ حلال از خواهر او، وقتی که اگر اپی او را تو طلاق دهی، طلاق میدهی. وقتی طلاق دادی،
این برای تو بیگانه می شود. اینشان فراموش نکنی. این زنی که با تو 6 فرزند دارد و چندین سری سال زندگی کرد، امروز تقدیر خدا بوده است، بیمار شده است، بعد طلاق دادن او خواهر او برای تو درست می شود. و الا اگر 1000 زاره و تولا این زن برای تو کند و تو اگر با این عمل زیشت دستزنی، تو در نزد خداوند رسوا و گناهکار می شوی و تو همچون زناکار در نزد اسلام شناخته می شوی. از این خاطر خواهر او را طلاق ده، اپای او را طلاق ده. بعد گذشتن عده او، یعنی بعد گذشتن 3 حیض، می توانی که خواهر او را در نکاح خود درآوری و مرحمت اپش نگاه میکند، خواهرش نگاه میکند. اون کاری وی است. داملای محترم، دویم سوال دادن. من 1.5 سال در روسیه برای کار رفته بودم. شکر الله پاک را میکنم که در این مدت نه گوشت خوک خوردم و نه پیوه و نه عرق. روزهای بدین باور داشته با ما در هر باره بحث و مناظره میکردند و من با قدر سوادم به آنها جواب میدادم. اما وقتی که از من پرسیدند که برای چی اسلام گوشت خوک را حرام حکم کرده است، ندانستم که به آنها چی گویم. اگر شما با این سوال جواب میگفتید، از شما نهایت سپاسگزار میبودم و از الله پاک سربلندی شما را خواهان هستم. این برادرها را خدا نگه بدارد که در همین خیل دولت کفر وقتی رفته برای زندگی کار میکنن، پول و مال جمع میکنن برای بهبودی زندگیشان، با بزم این به گوشت خوک نزدیک نمیشوند، با عرق نزدیک نمیشوند، با پلیدی های خداوند نزدیک نمیشوند. خوش به حالشان که این گونه یعنی صبر خیلی کامل را خداوند نصیب اینها گردانیدگی هست. من برای این برادر میخواهم از مراجعت دکتر یوسف قرضاوی از حلال حرامش یعنی بیان کنم که این حضرت فقط فرمودن که یعنی گوشت خوک خوردن، امروز تمام طبیبها آشکار کردند که در گوشت خوک کرم‌های وجود دارد که انسان را عاقبت به هلاکت می‌رساند. این را میگه یک کشفیات امروز تمام طبیب‌های دنیا است. حکمت‌های زیاد دارد میگوید همین یوسف قرضاوی. لیکن آینده با مرور زمان، با این پیشرفتی که در علم چی طب هست و چی علم زمانه هست، این آشکار می شود که چرا خداوند همین خوک را حرام گردانیدگی هست. در قرآن خداوند میگوید که انما حرم علیکم المیتة والدم واللحم الخنزیر، سوره بقره. خدا گفته بود است من برای شما حرام گردانیدم خود مرده را، یعنی سحر میخیزی که گاوت مردگی است، سحر میخیزی مرغت مردگی است، سحر میخیزی که گوسفندت مردگی هست، انا همون برای تو میگد حرام است. اگرچه متاسفانه امروز از بعضی برادرها میشنویم که پدر ما برای ما گفت که در بین مردم آشکارا نکنین، امروز دستمان تنگ است، خدا خودش میداند، هیچی باکی ندارد. و دویم خداوند گفته بوده است خون را برای شما، خونی که از مک میپرد، این را هم برای شما حرام گردانیدم. و سوم چیزی که خدا حرام گردانیده است این گوشت خوک است که برای شما خوردن گوشت خوک را حرام گردانیدم. حتی که در سنن ابو داود روایت حدیث از پیغمبر خدا هست که ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، خداوند در آن چیزی که حرام گفتگی هست شفای شما در او موجود نیست. حتی در گوشت خوک گفت از خداوند هیچ شفا وجود ندارد. اگر شما
عقیده داشته باشین که گوشت خوک گرم است و برای خنکی شما را دفع و دور میکند. گوشت گوسفند هم گرم است، گوشت مرغ هم گرم است، عسل هم گرم است. همه اینها گرمی دارند. امروز خدا را شکر که طب ما پیش رفتگی است. مرحمت در دکترها مراجعت کنین. اینا برای ما و شما درست هستند. نه گوشت خوب، نه گوشت خرس، نه روغن خرس، نه گوشت سغر، نه گوشت سگ که امروز اکثر کسلی ها استفاده میکنند. فقط از حلال کرده های خدا استفاده کنید. انشاءالله شما شفا میابید. و دیگر یوسف قرضاوی بسیار یک سخن خوبم گفتن که در تجربه حیات دیدیم که کسی که گوشت خوک میخورد وای ناموس ندارد، وای غیرت ایمانی ندارد. حتی گفته است نظر کنیم به دنیای غرب که آنها که گوشت خوک میخورند از پیشش از دست زنش میگیرند و با او رقص و بازی میکنند، برده شبها استفاده میکنند، میارن با در دست شوهرش میتن. کنی ناموسشان؟ یعنی ناموس ایمانی، غیرت ایمانی از آدم دور میشید از وقتی که اگر گوشت خوک میخورده است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. با این سوال ما با پررگی جوابش را گردانید. کلینی که دست و پای خسورش را یا پشتش را شک کرد یا مالد درست است یا نه؟ کلین این فرزند همون خاندان است. فرزند مثال همون خسر حساب میخورد. این محرم است برای خسرش. از این خاطر اگر از همه ده خدمت کننده برای خسر باید که زنش باشد. یعنی زنش هر یک طبابت و دوایی که مرد میخواهد که در بدن خودش استفاده کند باید که زنش استفاده کند. اگر زنش به توفیق باشد، زنش اگر فرمان شوهر به جا نمی آوردگی باشد، این صورت به فرزنداش مراجعت کند. فرزندهاش بهتر است. اگر وقتی که زن سخنش قبول نکرد فرزنددار نباشد، این صورت میتواند که کلین از آن موضع هایی که از زیر ناف تا زیر زانو را نظر نکرده دیگر موضع ها را چکار کند؟ مثال چی نمود دوایی که نباشد استفاده کنند، جایز است. این مختصرا از باز برای کسی لازم است آمدد سوال کنیم پرتر جواب میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داملای شیرین بیان، با این سوال من جواب دهید. اگر زن فرزند خودش را با زبان دشنام دهد، گوید پدر لعنت یا که صغیره حرامی گوید، چی باید کرد؟ و یک سوال دیگر، در مسجد ما پیشه پیشین هر روز جنجال می شود. می گویند که در این وقت یعنی ساعت 12:40 یگان نماز خواندن درست نیست. موی سفیدها بعضی اشان میخوانند و بعضی اشان نمیخوانند. میگویند که نماز آنها درست نیست. در این وقت تحیه مسجد خوانیم یا نخوانیم؟ از نام یک گروه جوانانی که مخلص دائمی تو هستیم و جوابش را انتظاریم. برای تحیه مسجد خواندن اگر وقتی زوال نباشد، امروز اکثر داملا با این اتفاقند که از 12 تا 12:40 شما هیچ گونه نماز نخوانید. اگر چند وقتی خیلی زیاد اختیارم کرده باشند برای احتیاط است که وقتی زوال باشد، در حالت زوال نماز خواندن نزد مذهب ابو حنیفه مکروه است، کراهیت است. از این خاطر در این حالت ها ما و شما نماز نخواندن ما بهتر است. بعد از 12:40 اون جانب مرحمت اولین وظیفه آدمی که داخل مسجد می شود این است که 2 رکعت تحیه مسجد ادا کند. خب و امر معروف که باشد تحیه مسجد ترک می شود، زیرا تحیه مسجد خواندن این امر مستحب است. یعنی یک امری هست که شما به خواندنش ثواب، به نخواندنش گناهگار نمی شوین. لیکن امر معروف گوش کردن این فرض است. باید که امر معروف گوش انداختن در کار. یا ببینین حالت خطبه خواندنم گوش کردن خطبه واجب است. وقتی شما آمدین سنت های شما نخوانده باشد سنت نخوانید، بلکه به خطبه گوش کنید. و بعد خطبه انجام یافتن به فرض اقتدا کنید. دیگر سنت جمعه خواندن نمیشه.
نزد مذهب ابو حنیفه. و این زنی که فرزندهای خود دشنام میدهد، چه از پدر لعنت و چه از صغیره حرامی و دیگر، خیلی این معلوم است وقتی که زنی که به فرزند خود پدر لعنت میگوید، یعنی وقتی شوهر خودش را لعنتی که خواند، از این زن دیگر بدبخت دیده شخص کی هست؟ کی هست وقتی که مثال فرزند خودش را حرامی میگوید، یعنی که فرزند خودش را پدر لعنت میگوید، از این کلمه قبیح نیست، از این کلمه بد نیست. وای به حال همون زنی که البته این لفظ در فرزنداش استفاده میکند. انشاءالله من این مسئله ها را در باب همون حق زنها و جمعه دیگرش حق شوهرها همش به پرگی به شما بیان میکنم.